ببخشید من قبلا شما رو جایی ندیدم. هرگز خانم، من اولین بارم اینجا اومدم. هرگز. چرا یه لحظه اجازه بدین، یه چیزایی داره یادم میاد. برنامه 90 فردوسی پور. تو دروازه شو تصویر تو آقای پژمان جمشیدی. آقای پژمان جمشیدی. خانم من امیرپور هستم. آقا من چقدر خوشحال شدم شما رو دیدم. واقعا که شما چه افتخاراتی که برای کشور ما نیافریدید، چه گلهای زیبایی که نزدید، به خصوص چه تکلهای خطرناکی. واقعا چقدر این تماشاچی ها برای شما اشک ریختن. آقای عابدزاده حالشون خوبه؟ من خبر ندارم. شما ببخشید چقدر دستمزد میگیرید؟ زیاد نه؟ تو بازی با امارات چی شد انقدر زود اخراج شدی؟ الهی بمیرم، از همونجا ضربه خوردی. من عرض کردم نیستم. میکنم یکم شیلا بودو بیا. آقای پژمان جمشیدی فوتبالیست خوب کشورمون روانی شده، اومده پیش آقای دکتر افشار برای مشاوره. این وای آقای پژمان جمشیدی حالتون خوبه؟ آقا نیستم، من فقط شبیهشم. خواهش میکنم نفرمایید، ما شما ورزشکارا همون دقیقه اول میشناسیم، خیلی هم دوستتون داریم. الو محبوبه سلام، بگو کی اینجاست؟ پژمان جمشیدی به جون خودم. ببین گوشی بده به شیما. الو سلام خاله، چطوری؟ خوبی؟ دختر خالم عاشق شماست. بگو کی اینجاست؟ آقای پژمان جمشیدی. آره خاله جون گوشی 2 سالشه، الهی فداشم. آقای جمشیدی اگه میشه باهاش صحبت کنین. خب فقط ببینید بهش بگین که دستشویشو حتما به مامانش بگه. خب سلام شینا پژمان جمشیدی اینجاست؟ آره دیگه بابا اینا هاشه. سلام جمشیدی نیستم. خیلی مخلصیم آقا. خوب هستیم؟ خانم شیرزاد یه عکس دست رو بزنین گردن من. یه لبخند بزنین. لبخند بزن دیگه. یه عینکی تو بعد بشناسنه. آقای پژمان جمشیدی ببخشید یه سوالی برای من پیش اومده. اون آقای فکر که منشوری شده شما هستی؟ چه جوری من میتونم فکر باشم؟ آقا من پژمان جمشیدی نیستم. خاک بستارم.